به نام خداوند بخشنده و مهربان. درود و عرض ادب خدمت شما عزیزان گلم. انشالله که هر جا هستید سلامت و تندرست باشید و حال و احوالتون خوب باشه. بنده حسین دارنده هستم و بسیار مفتخرم که دارم با شما عزیزان صحبت میکنم. امروز میخوام درباره یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی، بزرگترین مشکلات خانوادگی، بزرگترین چیزی که باعث سوء تفاهم ها میشه صحبت کنم. چیزی که باعث قهرها، چیزی که باعث جر و بحث ها، چیزی که باعث کدورت ها میشه صحبت کنم و اون آداب و معاشرت پایینه، روابط اجتماعی پایینه، قهر کردن، صحبت های صریح نکردن با همه. و این مشکل که متاسفانه توی اجتماع، توی جامعه، توی نظام خانواده تازگی ها به شدت و به وفور دیده میشه، بلای جون خانواده ها شده و خیلی خیلی انسان ها رو از همدیگه دور میکنه، در صورتی که در زمانهای قدیم اصلا اینطور نبود. انسان ها با هم گفتگو میکردن، صحبت میکردن، صریح حرف میزدن، روابط برقرار میکردن، آداب و معاشرت برقرار میکردن، گفتگو میکردن، صحبت میکردن و از این نعمت یعنی زبان که بسیار بسیار ارزشمنده به بهترین نحو ممکن استفاده میکردن. من اعتقاد شدیدی دارم که مهر و محبت رو باید همواره زنده نگه داشت و یکی از بهترین راهها، بهترین کارهایی که میشه اون عشق رو، اون محبت رو زنده نگه داشت، همین گفتگوه، همین صحبت کردنه، همین حرف زدنه. و چیزی که باعث کدورت ها، باعث جدایی ها میشه سکوت، قهره که متاسفانه توی نظام امروز خانواده ها شدیداً به چشم میخوره که واقعا جای تأسف داره. ایرانی که با این همه تمدن، با این همه زبانی که به این زیبایی داریم، زبان فارسی که به این قشنگی داریم، این همه لغات زیبا توش هست، چرا انسان‌های امروزی در واقع انقدر از هم دور شدن، با هم صحبت نمی کنن، گفتگو نمی کنن، آداب و معاشرت برقرار نمی کنن و علتهای خیلی مختلفی داره. اگه بخوام وارد جزئیات بشم باید علتهاش رو بگم، ولی من امروز میخوام درباره این موضوع صحبت کنم که چرا انسان‌ها با هم ارتباط برقرار نمی کنن، چرا انسان‌ها با هم گفتگو نمی کنن و چی میشه، عواقبش چیه. ببینید، آلبر کامو یک جمله بسیار زیبا داره. آلبر کامو یک نویسنده فرانسوی بود. ایشون میگه که امروزه فهمیدم یکی از بزرگترین مشکلات انسان‌ها توی اجتماع اینه که به زبان صریح و واضح با هم صحبت نمی‌کنن. ببینید، شما اگر برید تحقیق بکنید، اکثر طلاق‌ها به خاطر اینه که انسان‌ها با هم جر و بحث میکنن، دعوا میکنن، گفتگو نمیکنن، داد میزنن سر هم، یا با هم قهر هستن که منجر به طلاق میشه، یا اصلا با هم دعوا میکنن، نمیشینن این یک دوتا زوج عاقل و بالغ بشینن با هم صحبت بکنن. به همین منظور چون دعوا میکنن، این دعوا یکسر ادامه پیدا میکنه و منجر به طلاق میشه متاسفانه. و اما من میخوام این موضوع رو بگم که ببینید، اگر انسان از این زبانی که خداوند بهش اهدا کرده استفاده نکنه برای پیشبرد زندگی خودش، برای ارتباط با همسرش، برای ارتباط با فرزندش استفاده نکنه، اتفاقی که میفته اینه که زندگیش رو به سیاهی میره، رو به تباهی میره. اون زمان اصلا انسانیت زیر سوال میره. حضرت سعدی میگه اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. میگه اگه تو از این چشمت و دهانت و بینیت استفاده نکنی، با این دیوار چه فرقی داری؟ و واقعا هم همینه. بزرگترین علتی که انسان‌ها توی خانواده داری، توی همسرداری، توی فرزندداری به مشکل میخورن اینه که با طرفشون صحبت نمیکنن، گفتگو نمی کنن، حرف نمی زنن. ببینید، مثلا پدر با فرزندش میخواد صحبت کنه، یا قهره، یا وقتی صحبت میکنه چکشی صحبت میکنه، دستوری صحبت میکنه. و کسی که با همه چکشی صحبت میکنه هیچ موقع نتیجه نمیگیره.
در صورتی که انسان‌ها نیاز به گفتگوی آرام دارن، نیاز به گفتگوی نرم دارن. انسان و روابط عمومیش، انسان و خلق و خوش، بزرگترین هویداترین نشانه انسانیت زبان نرمشه، گفتگوی رامشه. اگه قرار باشه ما خیلی تند مزاج باشیم یا همش قهر باشیم یا خیلی تند مزاج صحبت بکنیم با دیگران، خیلی معذرت میخوام، با جاندارهای دیگر چه فرقی داریم؟ ما انسانیم، عقل و شعور داریم، فرهنگ داریم، تمدن داریم، وجدان داریم، هوش داریم، ذکاوت داریم و باید از این قدرت خدادادی که فقط به انسان اهدا شده نهایت استفاده رو ببریم. من معتقدم زبان عشق تنها زبانیه که تمام هستی متوجه میشن، تمام هستی متوجه زبان عشق میشن. شما اگه به یه گیاه، به این گلدون نمیدونم پول بدی، موبایل اپل بدی، آیا متوجه میشه؟ نه. ولی نوازش ما رو متوجه میشه، عکس العمل نشون میده، شادابتر میشه، پرتراوت‌تر میشه. پس به همین منظوره که میگم اگه ما بتونیم آداب و معاشرت خوب توی وجودمون، توی شخصیتمون در واقع به قول معروف رشد بدیم، فزونی بدیم، هیچ موقع از یادها نمیریم. باور کنید انسان اگه خوش صحبت باشه، خوش برخورد باشه، هیچ موقع از ذهن و ضمیر کسی فراموش نمیشه. خوش قلب ترین انسان ها از اون طرف اگر نتونن ارتباط برقرار بکنن، اگر نتونن گفتگو بکنن، از ذهن و ضمیر انسان ها فراموش میشن. چرا؟ چون انسان با زبانش هست که زنده است، با گفتگوشه که زنده است. به همین خاطر ازتون میخوام از این قدرت خدادادی نهایت استفاده رو ببرید. صحبت کنید، حرف بزنید، گفتگو کنید. من خودم اوایل ازدواج وقتی ازدواج کردم همسرم مرتبا قهر میکرد، صحبت نمیکرد و یه مشکلی پیش میومد قهر میکرد و من چند دفعه باهاش صحبت کردم، گفتم ببین نمیخواد قهر کنی، بیا مشکلم رو، ایراد کارم رو بهم بگو، با هم حرف بزن، صحبت کن، گفتگو کن. و از اون به بعد من دیگه اصلا یادم نمیاد ایشون قهر کرده باشه، چون هر موقع ایرادی ببینه، مشکلی از من ببینه، میاد بهم میگه، واضح میاد با هم حرف میزنه، صحبت میکنه و بهم میگه من فلان روز این حرکت رو ازت دیدم، ناراحت شدم و من به خودم نگاهی میکنم، اگه حرکتم غلط بوده باشه اون رو اصلاح میکنم. در صورتی که با قهر کردن، با دوری، با فاصله گرفتن هیچ اتفاق مثبتی رخ نمیده دوستان. جز این که فاصله بیشتر میشه هیچ اتفاق مثبتی انجام نمیشه. اگر شما با فرزندتون قهر بکنید و مرتبا ازش فاصله بگیرید، فکر کنید این قهر داره اون رو درمان میکنه، اون رو اصلاح میکنه، سخت در اشتباه هستید. در صورتی که این قهر فاصله شما رو روز به روز از اون بیشتر میکنه. پیشنهاد میکنم باهاش حرف بزنید. اگه با کسی مشکل دارید توی اجتماع، توی خانواده، با همسرتون، با دوستتون، برید رک صریح بهش بگید. بگو فلانی من از دست تو ناراحتم به خاطر اون روز، به خاطر این حرکتی کردی. یکی از دوستان من چند وقتی بود ازش خبری نداشتم، بهش پیام دادم جواب من نداد، چند وقت بعد بهش زنگ زدم باز جوابم نداد، چند ماه بعد دیدمش، بهش گفتم فلانی تو چرا جواب نمیدی، خبری ازت نیست. گواره حقیقتش حسین من دستتون ناراحتم به خاطر فلان موضوع. گفتم که خب چرا نیومدی به خودم بگی، چرا قهر کردی، چرا جواب تلفن ندادی؟ گواره من ناراحت بودم. گفتم خب این من 1000 تا فکر پیش خودم کردم. گفتم تو میومدی به خودم میگفتی. آخرم فهمیدیم که اصلا سوء تفاهم بوده، برداشت اشتباه کرده بوده، سوء تفاهم بوده. ببینید این مشکلی که ایشون داشت، حالا حساب کنید توی خانواده، توی زن و شوهر، توی پدر با بچه، مادر با فرزندش رخ بده، چی میشه؟ تمام قهرها، تمام قضاوتها، تمام پیش‌داوری‌ها به خاطر همین عدم گفتگوه. ولی وقتی شما بری با طرف صحبت بکنی، حرف بزنی، اون بهت میگه به خاطر این موضوع بوده یا به خاطر این موضوع نبوده که من از تو فاصله گرفتم، دور شدم، و تو متوجه میشی، قشنگ میتونی موضوع رو حل بکنی.
من مشاوره های بسیاری میدم به زوجهای جوان. خیلی از من مشاوره گرفتن. به اکثرشون گفتم که بزرگترین راهی که میتونه شما رو با هم خوب بکنه، در واقع صلح بده، با هم ارتباط خوبی داشته باشین، گفتگوه. و اکثرا هم به نتیجه رسیدن، پیام دادن، زنگ زدن، تشکر کردن، هدیه آوردن. آقای دارنده واقعا از شما ممنونیم، به ما کمک کردی، ما با هم صحبت نمی کردیم، ما با هم دعوا می کردیم. من بهشون گفتم برید بشینید یه گوشه، با هم دست بندازید گردن هم صحبت کنید، حرف بزنید، روابط گفتاری برقرار بکنید. و وقتی انسان اینطوری صحبت میکنه مطمئن باشید تمام سوء تفاهم ها، تمام مشکلات برطرف میشه. متاسفانه انسان ها نمیخوان با دیگران حرف بزنن، گفتگو بکنن. من معتقدم بزرگترین و بهترین راه از بین بردن حسد، حسادت، یعنی انسان اگر حسود باشه، انسانی باشه که حسد میورزه، بهترین راهی که بخواد این حسدش رو درمان بکنه آداب معاشرت، گفتگو با اون طرفه. مثلا شما به کسی حسادت میورزید، برید با طرف صحبت بکنید، دوست بشید، روابطتون رو گسترش بدید. در جا این حسادت نابود میشه. هیچ چیزی مثل صله رحم، مثل گفتگو نمیتونه حسادت رو خاموش کنه، از بین ببره. ولی وقتی شما هی دور میشی فکرهای پوچ توی ذهنت میاد، فکرهای فاسد توی ذهنت میاد و این فکرها انقدر تکرار میشه تا باعث میشه که تو زندگیت نابود بشه. اون طرف اگه بد هم نباشه، برای تو یک نفر توسط فکر تو و قانون جذب بد میشه. اگه اون طرف واقعا انسانی باشه که خوب باشه و تو بهش حسادت بورزی، ازش دور بشی، فاصله بگیری، با فکرهای منفی که مکررن و مرتبا توی ذهنت تکرار میکنی، اون شخص برای توی نفر بد میشه. ما انسان ها خیلی باید روی این موضوع در واقع فکر و اندیشه بکنیم که داریم چه کار میکنیم، به کدوم راه میریم. صاحب تبریزی یک شعر بسیار زیبا داره. ایشون میگه که فراموشی ز فراموشی میخیزد، اگر تو یاد کنی مرا یاد میکنیم تو را. ببینید شما وقتی با کسی قهر باشی، مرتبا به زنگ نزنی، احوالشو نپرسی، این دوستی و محبت خاموش میشه، این مهر، این علاقه خاموش میشه. دوستی و محبت مثل آتیشه، همیشه باید شما روشن نگهش دارید. چطوری باید روشن نگهش دارید؟ با دادن هیزم بهش، با دادن هوا بهش. هیزم یعنی چی؟ یعنی تلفن زدن. هوا یعنی چی؟ یعنی گفتگو کردن، صحبت کردن. اینطوری میشه عشق رو زنده نگه داشت، اینطوری میشه رابطه رو زنده نگه داشت، دوستی رو زنده نگه داشت. دوستی شدیداً نیاز به روابط اجتماعی داره. مهر و محبت باید اعمال بشه، باید با گفتار خارج بشه. اینطور نیستش که من تو دلم برای دیگران مهربانی کنم، بگم خب اونم متوجه حرف من میشه، متوجه دل من میشه، میاد سمت من. نه، اینطور نیست. ببینید یک تفاوت اصل رو بهتون بگم، تفاوت مهربانی با محبت. ببینید انسانی که مهربانه یعنی چی؟ یعنی اینکه من توی دلم برای دیگران آرزوی خیر میکنم، طرف رو از راه دور دوست دارم. به این انسان میگن انسان مهربان. حالا محبت یعنی چی؟ انسان با محبت کیه؟ انسان با محبت کسیه که زنگ میزنه، جویای احوال دوستش میشه، دست کسی رو میگیره، کمک میکنه. به این انسان میگن انسان با محبت. ببینید کسی که گلی رو که دوست داشته باشه، اگه شما یک گل رو دوست داشته باشی تو انسان مهربانی هستی. ولی اگر به یک گل آب میدی، نوازشش میکنی، زیر نور آفتاب قرارش میدی، تو با محبتی. و دوستی نیاز به مهربانی نداره دوستان، نیاز به محبت داره. روابط نیاز به محبت داره. تو مهربانی برای خودته، تو وجود خودته، برای بهشت و جهنم خودته، ولی محبت برای این دنیاته. نمیشه که تو بگی من بچه‌مو باش مهربونم،
دوستش دارم، از راه دور براش آرزوی موفقیت میکنم. درسته، این خیلی خوبه، ولی درست ترش اینه که تو بهش محبت کنی. و چه محبتی بهتر از این که تو باش صحبت کنی، گفتگو کنی، حرف بزنی. حرف زدن خیلی 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 مهمه دوستان. باور کنید شما اگه سر تا پای همسرتون رو طلا بریزید، خونه بریزید، ماشین بریزید، ولی باش صحبت نکنید، هیچ فایده ای نداره. اون پژمرده میشه. شما به یک گل توجه نکنی پژمرده میشه، چه برسه به انسان، اونا به همسرت. انگلیسی‌ها یک شعار بسیار بزرگ دارن، مردمان کشور انگلیس، سیاستمداراش. اونا میگن با دیپلماسی، یعنی سیاست، حرف زدن، گفتگو، میشه کل دنیا رو گرفت. و واقعا هم همین اتفاق افتاد. توی قرن 18-17 انگلستان تا 90% دنیا رو تسخیر کرده بود، کشورها رو، با همین دیپلماسی، با همین زبون. کل مردم هند رو اسیر خودش کرده بود، اجیر خودش کرده بود انگلستان. و مهاتما گاندی اومد باز هم با همین زبون، با همین دیپلماسی گفت یک نفر هم نباید کشته بشه. با همین دیپلماسی انگلیسی ها رو از هند بیرون کرد. مصدق خودمون با همین زبون، با همین گفتگو انگلیسی ها رو از ایران بیرون کرد، نفت رو ملی کرد. که چرچیل هم برگشت گفت یک ایرانی کله کچل ما رو از کشور خودش انداخت بیرون. خبری مصدق. چرچیل با اون همه سیاست. پس از شما خواهش میکنم صحبت بکنید، گفتگو بکنید، حرف بزنید. هیچ چیزی مثل حرف زدن خوب نیست. هیچ چیزی مثل گفتگو نمیتونه دلها رو به دست بیاره. تو اگه دوستی داری، معشوقه‌ای داری، همش بهش پول بدی، نمیدونم موبایل آنچنان بدی، طلای آنچنان بدی، ولی صحبت نکنی، هیچ فایده ای نداره. من وقتی ازدواج کردم، خاله من یه نصیحت خیلی قشنگ بهم کرد، هنوزم یادمه، دستشم درد نکنه، دستشم میبوسم. گفت ببین، تو اگه هیچی نداشته باشی، فقط زبون چربانم داشته باشی، میتونی زنتو نگه داری. گفتم یعنی چی خاله؟ گفت با همسرت خوب صحبت کن، نوازشش کن، خوش صحبت باش، خلق و خوی خوب داشته باش، آرام صحبت کن، زیاد صحبت کن. و من واقعا فهمیدم که چقدر آداب و معاشرت توی زنده نگه داشتن این زندگی، این نظام خانواده مؤثره، مفیده. به خدا دوستان، شما نمیتونید با یک لقمه یک خرگوش کوچولو رو بخورید، ولی میتونید با تیکه تیکه کردن، لقمه لقمه کردن، یک فیل رو هم بخورید. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تو با سیاست میتونی تمام کارها رو پیش ببری. تو نمیتونی با هدیه دادن به طرف مقابلت اون رو به دست بیاری، اون رو زنده نگه داری، اون رو مال خودت بکنی، ولی با حرف زدن چرا میتونی. انسان ها شدیداً محتاج شنیدن کلمات پر از مهر و محبت هستن. حتی خود من. انسان ها دوست دارن سخنهای نیک بشنون، حرفهای نیک بشنوند. به یک حکیم خیلی بزرگ گفتن که، فکر میکنم ابو علی سینا بود، بهش گفتن که اگر یک کسی رو داشته باشیم که مشکل داشته باشه، غمگین باشه، باید بهش چه کار کنیم؟ گفت باید بهش محبت کنین. گفت اگه محبت اثر نکرد چی؟ گفت مقدار دارو رو زیاد کنید، یعنی باز هم مقدار محبت رو زیاد کنید. اصلا نداشتیم، نخواهیم هم داشت زنی که شوهرش مرتباً باهاش حرف بزنه، روابط اجتماعی برقرار کنه، گفتگو کنه، صحبت کنه، این زن پژمرده و غمگین باشه. ولی خیلی از خانوم ها رو دیدیم توی جامعه پژمرده و غمگینن که قطعاً اگه خوب موشکافانه بررسی بکنید با یک مرد سرد توی اون خانواده روبرو خواهید شد. پس از شما خواهشی که دارم اینه که صحبت کنید، گفتگو کنید، حرف بزنید و این مهر درونیتون رو نذارید فقط برای خودتون باشه، خارجش کنید. وقتی کسی دوستتون هست میخوای ازش خداحافظی کنی، طوری خداحافظی کن باهاش که انگار آخرین بار میخوای ببینیش. و وقتی مجدد دیدی طوری باش سلام و احوال پرسی کن که انگار اولین بار داری میبینیش. گفتم مهر و محبت، دوستی، رابطه رو باید زنده نگه داشت.
نمیشه بذاری خاموش بشه. اگه خاموش بشه انسان ها از تو دور میشن و خودت هم بعد از مدتی خاموش میشی. اصلا بزرگترین نشانه انسان آداب معاشرت، روابط عمومیشه. خیلی از انسان ها هستن شما وقتی باشون سلام علیک میکنی اصلا بلد نیستن جواب سلام بدن، همینطوری کلشون تکون میدن. بابا این چه وضع سلام علیکه، قشنگ حرف بزن، سلام احوال شما، حال شما خوب هستی، صبحت بخیر، روزت بخیر، وقتت بخیر. تو وقتی اینطوری صحبت بکنی بزرگترین راه شکرگزاری رو انجام دادی. اصلا انرژیت میره بالا، زندگیت عوض میشه، مردم روی تو حساب دیگه میکنن، میگن این آدم با شخصیته. تو همه رو میتونی فراموش کنی، همه رو میتونی فراموش کنی، ولی یک انسان با شخصیت، یک انسانی که کاریزما داره، روابط اجتماعی بالا داره رو نمیتونی فراموش کنی. ماندگارترین، پرنفوذترین، قدرتمندترین ویژگی و خصلت انسان روابط عمومیشه، گفتگوشه، حرف زدنشه. اگر بلد نیستی ایراد نداره، کتاب بخون، دیگه نمیدونم بسته‌های آموزشی تهیه بکن. اصلا کتاب قدرت کلام من درباره همین موضوع دیگه، 500 صفحه من درباره آداب معاشرت، گفتگو، حرف زدن بر ذهن ضمیر ناخودآگاه، تربیت، اجتماع صحبت کردم. کتاب قدرت کلام، نویسندش خودم هستم. تهیه کنید اون کتابو، اصلا زیر و روتون میکنه. چطور ما تو اجتماع باید صحبت کنیم، چطور باید گفتگو کنیم، اگه خجالت میکشیم باید چه کار کنیم. تمام اینا با تمرین توی اون کتاب نهادینه شده توسط من. پس قبل از اینکه مقصر رو دیگران بدونی توی روابط اجتماعی، قبل از اینکه بی جهت قهر بکنی با دیگران، یه نگاه کلی به خودت بکن. از خودت بپرس صادقانه، بگو آیا من به اون طرف سلام کردم، تحویلش گرفتم که توقع دارم اون من تحویل بگیره الان؟ از خودت بپرس آیا من به این طرف، به دوستم زنگ زدم، جویای احوالش شدم که الان توقع دارم اونم به من زنگ بزنه؟ باور کنید روابط اجتماعی، گفتگو، آداب و معاشرت تمام سوء تفاهم ها رو از بین میبره، تمام قضاوت ها رو از بین میبره، تمام حسد ها رو از بین میبره، تمام پیش داوری ها رو از بین میبره. ولی وقتی تو صحبت نکنی طرف هزاران فکر پیش خودش میکنه، 1000 تا فکر پیش خودش میکنه، میگه این به این دلیل به من زنگ نزد، این به این دلیل جوی احوال من رو نگرفت، در صورتی که تو روحت هم خبر نداره. ولی وقتی زنگ بزنی، صحبت که بکنی، قشنگ معلوم میشه همه چی. مثلا بهش میگه چرا اون روز جواب تلفن من ندادی؟ میگه اون روز من خواب بودم، باشگاه بودم فلان. آیا اگه تو نپرسی، باش صحبت نکنی، میتونی به جواب برسی؟ نه، نمیتونی. بنده حسین دارنده هستم که براتون صحبت کردم. از خداوند میخوام که اگر توی این زمینه ضعف دارید، انشالله که مشکلتون برطرف بشه و بتونید با دیگران، با همسرتون، با دوستانتون توی اجتماع، با فرزندتون مخصوصا که آیندهشون میخواید بسازید، ارتباط مؤثر برقرار بکنید. خداوند پشت و پناهتون باشه. هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید.